کنسرت جدید و باور نکردنی منصور جلال و غزال عنایت در کانادا و رفتار باور نکردنی منصور جلال با غزال عنایت در این کنسرت. این کنسرت دو هنرمند موفق چی تاریخ نشر خواهد شد؟ من در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهم پرداخت، پس در ادامه با من باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. منصور جلال هنرمند موفق، جوان و نام‌آوازه افغانستان. منصور از ولایت زیبای کابل می باشد و کارهای هنری خود را از برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع آغاز کرد. منصور جلال در این پروسه رقابتی توانست خوب بدرخشد و مقام دوم را از آن خود کند. منصور تحت حمایت خاص شاهزاده غزل افغانستان آقای قیس الفت بوده است و چندین آهنگ مشترک با قیس الفت اجرا کرده است. منصور جلال با خانواده‌اش در کشور کانادا زندگی می کند و برای مدتی از هنر موسیقی دور بوده است. جدیداً منصور جلال خواسته در کشور کانادا کنسرت مشترک را با غزال عنایت هنرمند نام‌آوازه افغانستان برگزار کند. غزال عنایت هم از جمله هنرمندان خوب، محبوب، موفق و نام‌آشنای افغانستان است. غزال هم دوست و همکار خوب هنری قیس الفت می باشد. قرار است کنسرت مشترک غزال عنایت و منصور جلال در ماه آینده برگزار شود. نشر این خبر در صفحات مجازی بازتاب خوبی داشته است و مورد حمایت و تشویق فراوان علاقمندان و افغانانشان قرار گرفتند. ما هم آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود داریم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستان و علاقمندان منصور جلال و غزال عنایت به اشتراک بگذارید. ما هم منتظر نشر این کنسرت خواهیم بود. دوستان نهایت عزیز، اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای من را لایک نمایید و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.